درود بر شما بینندگان کانال حوادث آنلاین. ویدیوی امروز راجع به چند تا حوادث کوچولو موچولو مثل اینه که آقا میاد بستر رو تحویل بده، هوس بازی گوشیش میکنه و به قول بنده خدا کودک درونش خیلی فعال میشه و مخ میره تو کارتون. بعدم که شاکی و در و دیوار و لغت و بابایی چه غلط کردنی بود. این دوتا دوست عزیز وطنیمونم که اومدن تو بیابون و هنرنمایی میکنن. حالا بگذاریم از شلوار بادی و پر از گلابی، این آقا میخواد زیاده روی کنه و جفت بارو باک و جفت بارو دسته و از این حرفا و الا آشالله. یه عده خلوز دیگه هم که اینجا اومدن که پرواز هواپیما رو مشاهده کنن از نزدیک، غافل از این که بابا اون الکی نگفتن این فضای فرودگاه باید باز باشه. این شتاب میده آقا و تکچرخ میزنه و باد و دیت ماشاءالله باد نبرد صلوات بفرست. و اما از این بادی ها که بگذاریم، یه تصادف و یه لایی و یه ویراژ دیگه داریم که ای بابا بگیر که نخوره که خورد. بابا مواظب باش هرچند شما وارد باشی، ولی خب یه ماشین دیگه اون میپیچه روش، اون حواسش نیست. ببینی شما راه تو میری ولی این سواری بدون اینکه نگاه کنه گرفت و این بیچاره نگونبخت و سرنگون کرد. ولی خب لوازم ایمنی و کلاه و لباسش خوب بود و خدا رو شکر کاری نشد، فقط بکنیم یکم مرد. و اینجا هم که فیلم دوربین ویدئویی که سرقت غافلگیرانه و مسلحانه چند شرور رو نشون میده. بله میبینین که دزد عزیز از دستگیر آویزون شده و تلاش میکنه. تلاش در باز میشه و بچه ها بپرین تو، بیریم دیریم. اوه مثل که یکیشون برگشت. و اما سرقت پژوی پارس در 1 ثانیه. دزد عزیز ماشاءالله اصلا به خودش هم زحمت نمیده از ماشین بیاد پایین، از همون داخل ماشین سرش از پنجره ورده بیرون و اول درو بله باز کرد. ماشاءالله. خب حالا میخواد چیکار کنه؟ میره جلو. آها بله حتما ولاد میاد و سویچ و یک سره و ده برفتی. آقا خیلی مواظب باشی. الان این دوربین مدار بسته هست، ولی خب وقتی دزدیده میخوای چی کار کنی دیگه؟ دزگیری چیزی اون اگه دزگیر میداشت لاغری وقی بوقی میکرد، جرأت نمیکرد دیگه این راحتی تو کوچه بیاد تو ماشین و سوارشه بره. خلاصه که مواظب باشید، از ما گفته بود. یا حق خدا نگهدارتون. این ویدیو هم دوستان همینطور که میبینین مربوط به هجوم و حمله بی سابقه و گسترده ملخ‌ها به عربستانه که خودشون گفتن در 70 سال گذشته بی سابقه بوده این چنین هجوم وحشتناکی. ملخ‌های بزرگ کل زمینای کشاورزی و باغ که ندارن، ولی خب بالاخره محصولاتشون و درختاشون همه حمله ور شدن. وزارت دفع آفات و سمومات و از این حرفاشون هم گفته آقا مردم خواهشن در این مدت در طی این حمله و هجوم ملخ‌ها از خوردن ملخ‌ها خودداری کنن، چون سمپاشی کردیم و ممکنه مسموم بشن ها. خود ملخ مشکلی نداره بخورین، ولی الان چون سمپاشی شده نخورین آقا، دل دردی چیزی نگیرین. آها اینم یک ویدئوی جالب که مربوط به قانون مداری و عرضم به حضور شما دفاع جانانه از قانون توسط یک افسر جسور و سمج که ولکن یه دونه موتور سوار بیچاره نیست. حالا چه گناهی کرده نمیدونم، ولی حدود 1 و 20 دقیقه رو درگیر با این آقا که بتونه موتورشو بگیره. اونم انکار و اینم اصرار که آقا بده موتور رو بذار من سویچ رو بردارم. اونم میگه نه نمیدم. گاز بده و تریکاف بزن و جفتک بزن و خلاصه یه 10-20 دقیقه که خیابونو بند آورده بود، خلاصه خود راننده های ماشین آمدن وساطت کردن و این آقا رو به بیخیالی سوق دادن. ولی ظاهرا سویچ موتور رو برداشت و این آقا هم گفت آقا سویچ مال خودت، نمیخوام.
خدا نگهدار. پا میزنم و دوچرخه وار میرم. اینم تازه داره میگه زنگ میزنم بچه ها بیان بریزن بگیرنت، میگه برو بینیم بابا که ما رفتیم. خب یه ویدئویی هم داریم از یک اقدام به موقع و از خودگذشتگی جانانه این راننده تریلر که جون این آقای سواری خطاکار احمق و که با سبقت نابجا نزدیک بودم خودش هم بقیه رو بدبختانه نجات داد. اینجا هم که یه سرعتگیر رو یه خانومی که کنترلش از دست میره و نیسان آبی وحشتناک میکوبه و میکوبه. و بالاخره حسن خطاب این کلیپ هم این صحنه‌ای که توی خیابون طوفان باعث کنده شدن سقف این آپارتمان میشه و داخل خیابون میریزه و یه عده‌ام که اینور اونور و ظاهرا هنوز ادامه داره و فرار و الفرار. تا ویدیوی دیگه دوستان، خدا نگهدار. ما رو فراموش نکنید.